ایران و آلمان، دو ملت با پیشینه‌های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی متمایز، در نگاه اول تفاوت‌های بسیاری را به نمایش می‌گذارند. اما با نگاهی عمیق‌تر، می‌توان به شباهت‌های بنیادین دست یافت که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این نقاط مشترک نه تنها زمینه‌ساز درک متقابل هستند، بلکه می‌توانند بستری برای گفتگو و تعاملات سازنده میان دو فرهنگ فراهم آورند. این تحلیل به بررسی 6 حوزه کلیدی می‌پردازد که در آنها ایران و آلمان با وجود تفاوت‌های ظاهری، ارزش‌ها و ساختارهای مشترکی را به اشتراک می‌گذارند. این شباهت‌ها نشان می‌دهند که در پس تفاوت‌های سطحی، ریشه‌های عمیق‌تری از انسانیت و ارزش‌های اجتماعی وجود دارد. در هر دو کشور، خانواده، ستون فقرات جامعه و نقش‌آفرین اصلی در شکل‌گیری شخصیت فرد است. این نهاد، پایگاه اصلی حمایت عاطفی و اجتماعی برای اعضای خود به شمار می‌رود. در ایران، خانواده اغلب گسترده‌تر است و روابط میان اعضا معمولاً صمیمی‌تر و عمیق‌تر هستند. در آلمان، اگرچه خانواده هسته‌ای رایج‌تر است، اما همچنان به عنوان یک واحد حمایتی و عاطفی قدرتمند شناخته می‌شود. در هر دو فرهنگ، خانواده در تصمیم‌گیری‌های مهم زندگی فردی نقش محوری دارد. ارزش‌های خانوادگی و احترام به بزرگان از اصول پذیرفته شده در هر دو جامعه محسوب می‌شوند. ایران و آلمان هر دو به آموزش به عنوان ابزاری قدرتمند برای پیشرفت فردی و توسعه اجتماعی می‌نگرند. تحصیلات عالی در هر دو کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مسیرهای متفاوتی برای دستیابی به آن وجود دارد. در ایران، ورود به دانشگاه از طریق آزمون‌های رقابتی و دشوار مانند کنکور صورت می‌گیرد. در آلمان نیز، سیستم آموزشی ساختارمند و متنوعی وجود دارد که شامل آموزش‌های نظری و عملی می‌شود. والدین در هر دو کشور سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای تحصیل فرزندان خود انجام می‌دهند. موفقیت تحصیلی فرزندان اغلب به عنوان افتخاری برای کل خانواده تلقی می‌شود و مورد تحسین قرار می‌گیرد. فرهنگ و هنر در هر دو کشور جایگاهی والا و ریشه‌دار در هویت ملی دارد. ایران با میراثی غنی از شعر کلاسیک، موسیقی سنتی، خوشنویسی و معماری اسلامی در جهان شناخته شده است. این میراث بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره و هویت ایرانیان است. آلمان نیز با موسیقی کلاسیک، فلسفه عمیق، ادبیات غنی و هنر مدرن سهم بزرگی در فرهنگ جهانی ایفا کرده است. جشنواره‌های فرهنگی، کنسرت‌ها، نمایشگاه‌های هنری و فعالیت‌های کتابخوانی در هر دو کشور محبوبیت فراوانی دارند. مردم هر دو ملت علاقه‌مند به مشارکت فعال در رویدادهای فرهنگی و هنری هستند. هر دو کشور در طول تاریخ خود با چالش‌های عظیمی روبرو بودند. از جنگ‌های ویرانگر و تحولات سیاسی گسترده گرفته تا بحران‌های اقتصادی عمیق. این تجربه‌های سخت، روحیه مقاومت و پایداری را در مردم هر دو ملت تقویت کرده است. با این حال، مردم ایران و آلمان همواره توانایی خود را در بازسازی و پیشرفت نشان دادند. این وجود تلاشگر، امید به آینده و توانایی برخاستن از خاکستر، نقطه اشتراک مهمی میان دو ملت است. این پایداری تاریخی، نشان دهنده قدرت درونی و اراده جمعی برای غلبه بر سختی‌ها و حرکت رو به جلو است. اگرچه نحوه اجرای قوانین و میزان سختگیری در آن در دو کشور متفاوت است، اما در هر دو جامعه، قانون به عنوان یک اصل مهم پذیرفته شده است. در آلمان، نظم اجتماعی و رعایت دقیق قوانین، بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره و فرهنگ عمومی است. این امر به ایجاد یک جامعه سازمان یافته کمک می‌کند. در ایران نیز، با وجود تفاوت‌هایی در نحوه اعمال قوانین دینی و مدنی، نقش مهمی در ساختار اجتماعی ایفا می‌کنند. مردم به اصول اخلاقی و قانونی پایبند هستند و رعایت هنجارهای اجتماعی را مهم می‌دانند. این توجه به قانون نشان دهنده تمایل به ایجاد یک جامعه باثبات و منظم است. نسل جوان در ایران و آلمان نیروی اصلی تحولات اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود. جوانان در هر دو کشور به دنبال نوآوری، آزادی بیان و مشارکت فعال در ساختن آینده‌ای بهتر هستند. این نسل با انرژی و ایده‌های تازه خود به دنبال ایجاد تغییرات مثبت است. استفاده گسترده از فناوری‌های نوین، حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی و علاقه به سفر و تجربه‌های جدید از ویژگی‌های مشترک نسل جوان در این دو کشور است. این پویایی و اشتیاق به پیشرفت، نوید بخش آینده‌ای روشن‌تر و تعاملات بیشتر میان دو ملت است.